Dün gece biz evde yokken eve adam al. İnanmıyorum. سلام به همراهان همیشگی کانال. بچه بالاخره نوبت به پخش یکی از جنجالی ترین قسمت های شربت زغالخته در ایران رسید. یعنی قسمت 136. اگه فکر میکنید فقط قرار یک خلاصه معمولی ببینید سخت در اشتباهید. امروز میخوام روی صحنه هایی دست بذارم که احتمالاً در پخش تلویزیونی سانسور میشن یا خیلی زود از کنارشون رد میشید. اگه سانسور نشدن به هم بگید. اول از همه بریم سراغ الیف. دختر مغروری که فکر میکرد هیچکس نمیتونه سرش کلاه بذاره. اما در این قسمت بد جوری تحقیر میشه. اون پسری که تو اپلیکیشن باش آشنا شده بود نه تنها عاشقش نیست بلکه الیف رو به عنوان یک ابزار میبینه. Evet. Tamam. Kabul. Evet, kabul ettim. صحنه‌ای که با حرفاش الیف رو از خونه بیرون میکنه یکی از غم‌انگیزترین و در عین حال آموزنده ترین بخش‌های این قسمته که نباید از دستش بدید. و بعد از اون هم میرسیم به بمب انرژیمون یعنی نیلای. طبق معمول با سالکیم دست به یکی میکنن و سراغ خرافات میرن. نیلای برای اینکه بچهش زودتر حرف بزنه کارهای عجیبی میکنه که حتی پای بچه رو به بیمارستان باز میکنه. واکنش‌های نورسما به این کارهای نیلای واقعا دیدنیه. Allah size akıl fikir versin. Psikiyatriye gitti adam. Size anlatıyor şimdi. Kesin. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید که امروز قراره حسابی غافلگیر بشید. راستی بچه‌ها یه نکته مهم. من قبلا توی 2 تا ویدیو تمام جزئیات و ریزکاری‌های قسمت 136 رو مو به مو کالبد شکافی کردم و گفتم دقیقاً چه اتفاقاتی افتاد. اگه میخواید پازل این داستان توی ذهنتون کامل بشه، پیشنهاد میکنم اون بررسی‌ها رو از دست ندید. لینک هر 2 تا ویدیو رو همین آخر کار براتون میذارم. حتما یه سر بهشون بزنید. داستان از جایی جدی میشه که الیف با غرور همیشگیش سر میز صبحانه شروع به بحث میکنه. Sana ne oluyor ya? Sen Nursema'nın avukatı mısın? سالکیم که معتقده دختر من خیلی معصومه و شما بهش حسادت میکنید دوباره با حرفاش حرص همه رو در میاره. Ablacığım sakin ol. Onun kapama tuşu bende. Ve şimdi basıyorum. Ne diyorsun sen ya? همونجا جلوی همه رو به سالکیم میگه سالکیم خانم تو که به همه درس اخلاق میدی دیشب که ما نبودیم دخترت یه مرد رو توی خونه آورده. بعد رو به الیف میگه سعی نکن انکار بکنی چون همه جای خونه دوربین هست. من خودم اینجا فکر کردم که دیگه کار الیف تموم شد. اما اون زبلتر از این حرفاست. با زرنگی گفت آره مامان آورده بودم اما اون دوست معمولیم بود. یعنی یه جوری قضیه رو جمع و جور کرد. سالکی من پشتش رو گرفت و نذاش بیشتر از این قضیه هم بخوره. İnanmıyorum. ولی راستشو بخوای همه فهمیدن که چه خبر بوده. بعد از این آبروریزی سالکین میره توی اتاق سراغ الیف. چنان سیلی محکمی بهش میزنه که هنوز صداش توی گوشمه. اما نکته طلایی اینجاست. ساکین با خشم رو به الیف میگه میخوای بشی عین خالت؟ بچه‌ها این یک کد بزرگه. احتمالاً در فصلهای آینده شاهد ورود خاله الیف باشیم. کسی که سالکیم ازش میترسه یا شاید فکر میکنه باعث آبروریزیش میشه و ابهتشو میشکنه. ممکنه مثل الف باشه و بیاد و مخ عبدالله رو بزنه. به نظر شما خاله الیف چه شکلیه؟ لطفاً همینجا ویدیو رو استاپ کنید و برای من بنویسید. توی پرانتز بگم تهیه کننده گفته بود علتی که بازیگر نقش الف از سریال جدا شد به خاطر نقشی بود که براش نوشته بود. یعنی نمیخواست نقش زن دوم یا آدم مذهبی رو بازی بکنه. پس احتمالاً ممکنه پیدا کردن بازیگر برای همچین نقشی یه خورده سخت باشه. حالا بریم سراغ یکی از تلخ‌ترین بخش‌های این قسمت، یعنی گول خوردن الیف.
الیف که از تنهایی و فشارهای خانواده خسته شده بود، توی یک اپلیکیشن با پسری آشنا شد که ظاهر خیلی موجهی داشت. الیف خام حرفای قشنگ و پرستیژ این پسر شد و بدون اینکه واقعا بشناستش به خونش رفت. Şey, ben biraz şey oldum da ondan. اما حقیقت مثل پتک توی سرش خورد. اون پسر بعد از اینکه به هدفش رسید نقابش رو برداشت و با بیرحمی تمام به الیف گفت واقعا فکر میکنی با دختری که توی اپلیکیشن باش آشنا شدم ازدواج میکنم؟ وقتی لباساتو پوشیدی از اینجا برو. الیف با گریه و در حالی که تمام غرورش شکسته شده بود از خونه بیرون انداخته شد. این صحنه واقعا درس عبرتی بود که نشون داد چطور سادگی میتونه زندگی آدم رو به بازی بگیره. و اما بوم بخنده این قسمت. نیلای و سالکیم یواشکی رفتن پیش دعانویس برای مشکل حرف زدن عبدالله کوچولو یا به قول فیلم اپو جونیور، نسخه کبوتر رو که یادتونه. اما بخش جالبش اینجاست که این دعانویس کاملا آپدیت بود و پول دعا رو با کارتخوان گرفت. تصور کنید نیلای داشت پول خرافات رو با کارت بانکی حساب میکرد. مایه میمی. در آخرم دعانویس بهشون هشدار داد که طلسمای سنگینی دور این خانواده است. البته به نیلای گفت دور تو یک حاله نورانیه. فکرشو بکنید دور نیلای، همون نیلایی که پشت صحنه همه رو به هم دوخته. اما بخش جنجالی که تو ویدیوهای قبلی راجبش صحبت کردم و فکر میکنم کمابیش راجبش بدونید. قرار بود پایان این قسمت جور دیگه ای باشه. الیف نقشه داشت از مستی فاتی استفاده بکنه و بره پیشش بخوابه تا جای پاشو توی خونه سفت بکنه. اما چون مردم در شبکه‌های اجتماعی به رفتارهای الیف اعتراض کرده بودن، نویسنده‌ها در لحظه آخر ترسیدن و فیلمنامه را عوض کردن و باشاک رو فرستادن پیش فاتی. واقعا اگه الیف این کارو میکرد چه فاجعه‌ای میشد. این بار دومیه که نویسندگان سناریو رو عوض میکنن. میدونید بار اول کجا بود؟ دقیقاً اول همین فصل. توی تیزران نشون میدادن که فیراز و دعا انگار با هم در ارتباطن و به صورت مخفیانه با هم رابطه دارن. اما همون ابتدا انقدر مردم اعتراض کردن که کاملا ورق برگشت و چیز دیگه ای رو به ما نشون دادن. به نظر شما خوب شد که سناریو رو عوض کردن یا باید همون سناریوی جنجالی رو ادامه میدادن؟ دوستای عزیزم، این بود تمام ناگفته‌های قسمت 136. حتما نظراتتون رو درباره خاله الیف و حرکت نیلای برام بنویسید. لایک و سابسکرایب کانال یادتون نره که کلی تحلیل داغ دیگه در راهه. تا ویدیوی بعدی مواظب خودتون باشید و بدرود.